هموطنای عزیز، همیشه که خبر دارین کشور ایران مهاجرین افغانستان را همه اخراج کرده و این روزا به سر مرز ایران و افغانستان اوضاع مهاجرین مردم ما خیلی خرابه. از شما تقاضا میکنم به هر جای دنیا که زندگی میکنین، هر کمکی که از دست شما میاد، کمک مالی اگه باشه، از هر کمکی که میتونین به همشهری‌ها خود کمک کنین. فراموش نکنین همشهری‌ها خود این روزا همشهری‌ها ما و شما برای ما و شما نیاز دارن. کوشش کنین از طریق فامیلا خود، کوشش کنین از طریق ارگانایزیشن ها، از هر طریقی که میتونین برای همشهری‌ها خود کمک کنین. از تاجرای افغانستان خواهش میکنم اگه به داخل افغانستان یا بیرون از افغانستان مردم خود تنها نگذارین. امروز به سر مرز به هرات قیامت برادر، قیامت. اما قیامت که میگفتم واقعا حال با شده دوستا. اوضاع خیلی خرابه، هر دقیقه مردم زنگ میزنن. خدا خیر بده تمام مردم افغانستان، بالخصوص مردم هرات، تمام جوانای هرات امرای موتراخو هر روز میرن مردم را از سر مرز میگیرن میارن به شهر. به خاطر به سر مرز اوضاع بخی گلگل میریه، اوضاع خیلی خرابه، نون نیه، او نیه، چی از بیچاره‌ها پیدا نمیشه. نمیفهمم ملل متحد قانون حقوق بشر میگن چی، اینا به کجا رفتن؟ خلاصه مردم خود تنها نگذارین دوستو. از شما خواهش میکنم هر کمکی از دست شما میاد، از خود مگرفته تا ما و شما، بین هموطنا خود کمک کنن. امروز به ما و شما نیاز دارن. بخیر این روزا هم تیر میشه. خلاصه هر کس اگه ظلم و ستم هم بکنه خدا خودی جزایر میده. تیار خوشحال باشین، به امید کمک شما دوستو. تشکر.